با سلام خدمت دوستان و دنبال کنندگان محترم. خدمت شما هست شود که امروز دستگاه ردیا و شعاع‌زن از شرکت دیپ فایندرز ساخت کشور انگلستان به نام رلیک دتکتور داریم که اینو معرفی میکنیم به شما. خدمت شما هست شود این سیستم دارای 4 مد جستجو هست که خدمت شما هست شود که گلد، سیلور، کاپر، برنز که خدمت شما هست شود. باز این سیستم قابلیت حذف کننده ذرات داره که یعنی شما وقتی به هدفی برخورد کنی برامون مشخص میکنه که آیا این هدف واقعی است یا خیر. بعد خدمت شما هست شود که قابلیت سیگنال دستی داره که شما میتونید عمق و شعاع ردیابیتون رو کم یا زیاد کنید و این سیستم دارای این هست که شما هر فرکانسی که بدی، هر فرکانس گلد، سیلور، هر فرکانسی که بهش بدی مسیر رو برامون مشخص میکنه و یک مسیر 45 درجه به ما میده و این مسیر 45 درجه رو ما دنبال میکنیم به صورت دست آنتن ها به ما فرمان میدن. حالا اگر بخوایم از مسیر خارج بشیم ما رو دوباره داخل مسیر میذاره و تا اینکه به هدف اصلیمون برسیم. بعد از اینکه به هدف اصلیمون ما رسیدیم برامون مشخص باید بشه که آیا این هدف طلا هست یا چیزی شبیه به طلا است و میایم روی مودهای فیلترینگ، اپریشن 2، تست 1 یا تست 2. از تست 1 شروع میکنیم و وقتی این کار رو انجام بدیم دستگاه آلارم به ما داد شروع به کار میکنیم و نقطه‌ای که برامون با زاویه 45 درجه گرفته یعنی 3 نقطه به ما میده: ابتدای یون، انتهای یون و حسه پله. وقتی این عملکرد برامون انجام شد روی تست 1 وقتی ما رفتیم دستگاهی که عملکردی نداشت، یعنی اینکه هدف ما واقعیه، یعنی میشه که اون گلد یا سیلور فرکانس مورد نظر شما صحیحه، یعنی درست گرفته دستگاه. و خدمت شما باز عرض شود که این دستگاه جزو پرفروش‌های دنیا محسوب میشه و قیمتی بسیار عالی داره و یکی از دستگاه‌های خوب در دنیا محسوب میشه و اقتصادی هم هست و بازتابش در دنیا رنکینگش از 5 4.5. میتونید روش حساب کنید. یه دستگاهی است که به تضمین بهتون بگم هر کی خریده تقریبا 90% رضایت دارن در این سالیان سال و برای اورجینال بودنش این شرکت اومده یه 5 پوینتی داخل تمام سیستم‌های این شرکت گذاشته که برامون مشخص میکنه که آیا این سیستم اصل است یا خیر. چطوری؟ وارد وبسایت دیپ فایندرز میشیم، شماره سریال 5 پوینتی رو وارد میکنیم و اگه شماره تنه دستگاه رو داد به ما یعنی اینکه میشه اصالت کالا، اگه نداد که میشه فیک و اگه اصالت کالا رو برامون بالا مدل سیستم مشخصات به روز برامون میزنه. مثال 2019 هستش، رلیک هست، چی هست، اینا رو قشنگ برامون مشخص میکنه و بازم سوالی باشه ما و تیممون در خدمت شما هستیم. دوستان گرامی موفق باشید. بله خدمت شما هست شبکه تنظیمات دستی داره، پاور سیگنال. شما اگه تشریف بیارین اینجا، حالا اینو در خصوص آموزش حرفه‌ای تعریف می‌کنیم به دوستان یا کاتالوگ بهشون میدیم. خدمت شما هست شبکه که به صورت های یا لو ما میتونیم فرکانس رو کم و زیاد کنیم که برای عملکرد بهتر. مثال شما 2 تا تپه دارید، فکر کنید اینجا الان یه تپه باستانی داریم، ما یه تپه دیگه اینجا هست. ردها با اصولا میرن اول دوباره فرکانس بیشتر، یعنی اگه اون تپه حجم بار بیشتری داشته باشه اول ما رو میکشونه به اون سمت، ولی شما میتونید چون مشکوک هست 2 تا تپه، مثال شما میتونید فرکانس رو کم کنید که مثال اول تپه جلوتر رو برامون ردیابی کنه. مثال این تپه رو ردیابی کردین آیا بود یا نبود، حالا هدفی، بعد میتونید فرکانس بیشتر کنید که هدفهای بعدی رو برامون سرچ کنه. حالا